السلام علیکم بیننده های عزیزی ما، سلام میرسانیم به هر یک شما. از ما زود دوان آمدیم برای تبریک کردن به خانواده واحدمک. امروز در این خاندان هم زادروزی پسرشان هم زادروزی نبیره شیرینشان است. در عید و ایام در ماه شریف رمضان ایستادیم. البته هر یکی آن ساکنان این خانواده و این دیه و این محله را تبریک میکنیم. از نام نزدیکانشان، از نام برادرشان غالیبکه، ینگپاشوشان مدینایتی، از نام جیانها فریدون، ایمانه، ایمران جان، از نام بابورک تبریک میگویم و آن لحظه های پر از خرسندی را مانند هر روزه و هر وقته پیشکش شما میکنیم. همیشگی همراه ما مهمان این خانواده میشویم. رفته السلام علیکم پدرجان های عزیز، السلام علیکم مردان شهر سمرقند عظیم. هر یکی شما را به خانواده واحدمک خیر مقدم میگوییم. ماه شریف رمضان را، سلطان ماه رمضان را به هر یکی شما مبارکباد میگوییم. خداوند کریم گناه های دانسته ندانسته کرده ما را ببخشد. من در این عید و ایام، در این روز خرسندی، در این ماه شریف رمضان، در این خانواده واحدمک، در این خانواده دلشادایتی یک روزی خرسندی، جشن بالای جشن بوده است. در این خاندان 28 سال قبل که یک فرزند اصیل به دنیا آمدنش این آیله و این سلاله را خرسند کرده بودند. من از سال قبل باشند همان فرزندی به دنیا آمده صاحب دخترک نازنین شده. در این روز خرسندی خودشان، البته هر یک صاحبان خاندان را به نزد ما تکلیف میکنیم. با راهبری واحدکه دلشادایتی مرحمت، بهادرکه را مرحمت، یاسمین بانو را یک جای به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحمت واحدکه نصاب نزدیکتر بکنیم. مرحمت حتی خرسنگ زنید دست ما خالی باشد. اگر پیش از همه واحدمک گویمی، واحد بابا گویمی. بابا جان عزیز، امروزه همین زادروزی ملیکه خاندان را مبارکباد میگویم. بگذار در توی عروسیش شما همراهی خاله جان عزیز اشتراک کنید. الان خیلی روزهای خرسندی و دوستان، نزدیکان، تمام خویش و همراهان در اطراف شما باشند. در روز خرسندی آمده تبریک کنیم. من 28 سال پیش بهادرکه که همچون یک پهلوان خاندان به دنیا آمده بودند. من از سال قبل از این آیله صالح یک دخترک صالحه به دنیا آمد که با نام یاسمین بانو امروز 1 ساله شده. بگذار 120 ساله شوند. صاحب معلومات عالی گردند. مکتب‌های کلان و داخل شده. همه خلق و وطن خودمان به سمرقند و ازبکستان عزیزمان با خدمت میکردگی یا ورد شوند یا معلمه شوند. یکی از دخترکان نازنین و 5 پنجه‌شان هنر شوند. بگذار روز خرسندی مبارک باشد. بهادرک زادروز مبارک. امروز زادروز دخترک نازنین را مبارک باد میگوییم. همین خاندان ما فقط فیض و برکت، آوازی گریه کودک براید، آوازی سر و سرود براید و شمایان را آمده هر بار تبریک کردن نصیب کند. ما شمایان را تبریک میکنیم از نام برادرتان، از نام یکجانتان غالیبکه، ینگپاشوشان مدینایتی، از نام جیانها فریدون، ایمانه، ایمران جان و از نام بابورک شمایان را تبریک میکنیم. پیش از همه بهر یاسمین بانو میخواهیم نیت‌های نفس و نیکی خود را گوییم. از نام بابا جانشان، از نام دلشادایتی، بگذار هر بار خیزیدگر واحدمک همین دخترک نازنین اطرافات ما پروانه شود و بابا جان چای کبود می چای سیاه میفته فقط اطرافات ما پروانه شده از حال شما خبر گیرک شود. آنها جانشان بر و خستگی وقتشان به همراهاشان خیزن و برای این طفلک نازنین گویند آفتابک من، یاسمینه من، شام ما سحر شد، کفتری سپه از لاله به در شد. برخیز با هم یک جایه باشیم،
با کفتران دانه بچاشیم دانی ثواب خود بکاشیم افسانه یکی خواندم با بالینت برای خواب و آرام و شیرینت حقیقت بود از زندگانی تا خوب و بد را تو بدانی قدم برای بد نمانی بگذار در حقیقت این دختره که نازنین مانندی مادر کلان ها یک شاپسر اصیل دختری اصیل گردد و فقط در روزهای خورسندی باشه حاضر در روز خورسندی چقدر نیت کنیم کم است بهادرکت بانا شما در امروز جوامت در تمام سمرقند و ازبکستان خطا نمی‌کنیم که انسانی بای هستید بینیم چون که در سر پدر هستند جوان مرد می‌گردند در سر مادری مهربان هستند که یک چشمه خشک نشونده مهر هستند بگذار الان خیلی بایگریتان به چشم نرسند این خاندانی پر از نور است بیبی جان عزیز در سر هستند الان خیلی روزهای خورسندی همیشه باشد و آماده شما را تبریک گوییم البته در روز خورسندی برای شما از نام واحدک از نام دلشادایتی میگوییم بخواهم آسمان ماند برایت زمانی گلفشان ماند برایت بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت بگذار تمام خوشی های زندگی تمام بردباری ها سعادتمندی پیش از همه سلامتی همراه شما و همین خاندان ما فقط همراه شما زندگی کنند البته آنجان عزیز ما مادر کلام عزیز ما یکتا یاسمین بانویه البته برادر عزیز ما یکتا تبریک میکنید بعد از آن از کلام سلام میشنویم مرحمت و سرد به دیگر را بیر بچه روزی تولدم مبارک شود یک سینه بانو که خندی نه سرد یاد رو اما همه کشا آمده تو اکو من نمیدونم من زمینه اکو بچه شما فرشته همین خاندان شما دعاگوی نبیره و فرزند و عبیره ها حاضر واحدمک به ارزدکی انامین از دانکش هم مغزش شیرین میگویم نبیره شیرین تبریک کنید مرحمت اولا السلام علیکم همونطور میمونم عزیز شما دیدم نوری دیده تو سر چی میگم نبینیم بینیم سر زدن و ناماش من مناسب شود دردش بیش سال سلامت سرش بگردن خدمتی پدر مادرش اسمم دردش هم سر پدرات چی نیتش بشد نیتش برسه شما ای رحمت سلامت باشم شدایتی انامی دختره که نازنین من نیت کنید که تاکی چمیلی کشفه همراهی انامی واحدمک باشد و فقط شما را تبریک کنید مرحمت شما علیکم میمانای عزیز میلی دیده تو چیسا من همین یاسمینیم کلان شود دختری اولی من مبلغ شود دادش که دیش بر خدمت کنم دختری کلان شود به وقت شود بهادر کیم بچه صد بهاری دیگر به انسان سلامت کرده سری مهمان و سری بچه بسری همون رحمت سلامت باشم حاضر برای دختره که نازنین یاسمین بانو تحفه ها بسیار است همه مهمان ها برای تبریک اینها آمدن میخواستیم اولین شیرینی حیاتش را همراهی پدرجانش همراهی باباجان آنجان مادرش را مادر کلان یک جای بریم نیت کردش همش را خاموش میکنیم که فقط در روزهای خورسندی صحت سلامت دیده و دیده رسیدن نصیب کنند تارتان تیار باشد پیش شما نزدیکتر بیارید کنید مرحمت مبارک باشد البته شیرینی بهادرکه همراه پدر مادر آیله‌شان نزدیکان یک جای میبرند مرحمت
خانواده ما از کوچه با برکه ما را همراهی کرده آمدن. با برکه اگر بمالال باشه ما تکلیف کنیم. با برکه را مرحمت. امروز خاندان ما مهمان هستیم. با برکه مرحمت. نظام نزدیکتر بیاییم. مرحمت. البته خانه جانی یاسمین بانو نزد شما نزدیکتر استیم کنید. مرحبا. Assalamu alaikum. Shoma beton nuri dide tojisar. Kami Yasmina Bonayam, Kalon Shah, Sadbadaro, Dadisham. Hai, Hamilton Kalon Shah, Bawasha, Yasmina Bon Kalon Shah. Mohodiran Sadbadaro Kalon Shah. Nama kan Kefar, Yasmina Bonayam. شیرینشان توفه ها آورده آقا جانی عزیزشان مبارک باشد به ارزد عروسی نازنین شود دخترکی زیباست و بابایی رسد حاضر تا آمدن با برکه گفتند که خاندان ما پر از فیض شده ایستاده است خاندان ما با 40 مهمانان زیاد هستند من هوس کردم به بهادرکه و برادرم و اکم هوس کردم که من صاحب توی سر کردن گیرم ما خدمتش با هستیم محترم توی روزمی انا خدمتش با هستن حاضر اعضای با برکه دخترک نازنین را اکشان را تمام شمایان را تبریک میکنیم بگذارید خانواده ما فقط راسته خرسندی باشد مادران سخنهای تبریک باشد میشنویم مرحمت تبریک میکردگی باشد میشنویم نباشد اگر میرقصیم خرسندی میکنیم امروز بعض را دوام میدهیم مرحمت
پس تکلیف میکنیم مابانی دارم نزدیکتر هستم. نیت کرده در سمرقند قندمندی ما نیت کرده کاکلان زیبای کودکان طفلان را کاتا میکنند که عمرش شود دراز و پردوام و پرفیض شود. حاضر کلام سالان کهن سالان بابا جان را یک جای و کاکلان نازنین دخترک نازنین یاسمین بانا هیچی میزنند بگذار حیاتش پر از خرسندی ها باشد. مبارک باشد. مبارک باشد. واحد دمک مرحمت واحد بابا خدا کنه حاجی بابا شوند. مرحمت یک تشمیم نیت کرده نبیره خود را می افزد در روز خرسندی نیت کرده کاکلانش را برید. ای مبارک باشد. اتا خرسک زنه ایم 100 سال شود دخترک. مبارک باشد.
که بابت باشه عشقم توی آوازی واحدکه من امروز خانداناتان با روزی خورسندی بوده است. از این بعد واحد بابا گیم هم خیلی روزی خورسندی با آماده تبریک کردن گیریم. الان خیلی حاجی بابا شده. فقط روزی خورسندی با آماده شما تبریک کنیم. با درک زاد روز مبارک، مهمانداری و رحمت. این خاندانی پرفیض به مهمان شده ما با خورسندی. بیننده های عزیز ما در این روزهای خورسندی شهر عظیم سمرقند مهمان شده پیشکش شما کرده ایستادیم. مانند هر روز و هر وقت با شبکه ما مانند با شبکه شهنان رحمت و دقت شما. رحمت. سلامت باشن. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم صد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروز شما شادند از آن که روزی فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک